سلام به کانال The USA Journey خوش اومدین. امروز من بعد از 3 ماه دوباره اومدم ویدیو بگیرم. یه وقفه افتاد بین ویدیوهای کانال و این ویدیو قراره که یک شروع پرقدرت باشه برای کانال و ضبط ویدیوهای بعدی. دلیل این وقفه هم این بود که من ترم آخر دانشگاه بودم و کلا خیلی کارم از حد معمول بیشتر بود، چون بعد یه سری کارا رو تحویل استادم میدادم، بعد یه سری کارا رو به همکارای دیگم تحویل میدادم و تمامشون میکردم و این خیلی وقت زیادی ازم میگرفت. به همین دلیل یکم فاصله افتاد، اما من الان درسم تموم شده و قراره که پرقدرت دوباره شروع کنم. حالا گفتم چه فرصتی بهتر از این که ویدیوی اول رو اینجوری شروع کنم که از تجربه های این 2 سال تحصیلم توی آمریکا بهتون بگم و این تجربه ها رو با شما به اشتراک بذارم. شاید خیلیاتون ندونید که کلا فضای تحصیل توی آمریکا چجوریه. شاید خیلیاتون دوست دارید ببینید که چه چالش هایی پیش روتونه و من خودم وقتی که اومدم اینجا هیچ دیدی نداشتم نسبت به اینکه تحصیل توی آمریکا چجوریه یا کلا سیستم دانشگاه و آکادمیکشون چطوریه. گفتم که این ویدیو رو اینجوری شروع کنم، امیدوارم که دوست داشته باشین. خب من دانشجوی مستر توی رشته منیجمنت اینفورمیشن سیستم توی دانشگاه یونیورسیتی آف منفیس بودم، توی دپارتمان بیزینس، که دقیقا اگر برگردم به 2 سال پیش، ژانویه 2 سال پیش، من اولین باری بود که وارد دانشگاه شدم توی آمریکا و فضای دانشگاه اولین چیزی بود که خیلی برام جالب بود. توی ذهنم اینجوری بود که فضای دانشگاه یک فضای گیتد بسته، مثلا ورودی داره، نگهبان داره، یه همچین چیزی تو ذهنم بود. بعد رفتم دیدم که نه، این فضا کاملا بازه، خیابون داره، هر کسی میتونه رد شه، هر کسی میتونه وارد دانشگاه بشه. فقط یه سری ساختمونا هست که حالا دپارتمان مختلفه، میری اونجا و میتونی وارد ساختمون بشی به راحتی. خیلی این برام جالب بود. این از محیط دانشگاه برام تجربه خیلی جالب بود. خب شروع کنیم از ترم 1 من که من وارد دانشگاه شدم ترم 1 و 3 تا درس داشتم. 3 تا درسی که برای ترم 1 واقعا برام سخت بود. یکیش حسابداری بود، یکیش مارکتینگ بود و اون یکی درس حالا مربوط به رشته قبلیم توی ایران بود که خیلی برام سخت نبود. ولی اون 2 درس دیگه 2 تا درس واقعا سخت بود با 2 تا سیستم کاملا متفاوت. خب سیستم حسابداری آمریکا رو که احتمالاً همه میدونیم که چقدر متفاوته به خاطر سیستم مالیاتشون، و سیستم مارکتینگشون هم که خب خیلی قویه و خیلی بروز بود. و با اینکه باز من خودم اصلا تجربه سابقه کاری حتی داشتم توی مارکتینگ توی ایران، ولی اصلا درک نمی‌کردم شرایطشون رو و خیلی وقتا نظراتی که میدادم با نظراتی که آمریکایی‌ها میدادن سر کلاس مارکتینگ خیلی متفاوت بود و من خندم میگرفت از اینکه چقدر این 2 تا طرز فکری که داریم متفاوته و اینکه تازه یاد گرفتم که چجوری میشه فکر کرد توی آمریکا، چجوری میشه که بزرگ فکر کرد. و اونجا بود که فهمیدم که خیلی راه هست که باید برم. سیستم اینجا برای درس‌ها اینجوری بود که 2 تا خب هر درسی معمولاً یک کتاب داشت که استاد همه چیزایی که می‌خواست سر کلاس یاد بده رو به صورت پاورپوینت و PDF می‌ذاشت توی پلتفرمی که داشتیم و ما به همه چی دسترسی داشتیم. خیلی وقتا هم خب بچه‌ها کتابا می‌خواستن که فیزیکی داشته باشن، کتابو می‌خریدن. کلاً قیمت کتاب خیلی اینجا زیاده. ترجیحاً دوست داشتیم که خب کتابو نگیریم، ولی خب یه سری از اساتید دیگه میگفتن باید داشته باشید، کتاب رو می‌خریدیم. ولی مثلا برای همین درس حسابداری که من داشتم، یه پلتفرم درون اون پلتفرمی بود که ما داشتیم و اینو من اصلا نمیدونستم و باعث شد که 4-5 تا از هومورک هایی که داشتیم رو از دست بدم.
بعد متوجه شدم که اینجا سیستم اینه، تو باید خودت بری بگردی پیدا کنی، خودت بری چیزایی که برای اون درس لازمه رو پیدا کنی، راجبش بخونی، یاد بگیری و بتونی در طول ترم استفاده کنی. چون وقتی به اون استاد گفتم که من نمیدونستم، گفت من کار دستم بر نمیاد و سعی کن که از این به بعد مثلا زودتر این چیزا رو بخونی که بدونی راجبش. از اونجا بعد این تجربه باعث شد که من خودم خیلی پیگیر متریالی بشم که برای درس‌ها لازم دارم. اینجا تو در طول ترم کامل درگیر درسایی که برداشتی هست. در طول هفته باید تکالیفی که بهت دادن رو انجام بدی و در طول یه ترم باید یک یا چند پروژه‌ای که داری رو انجام بدی و کامل با اون درس داری سرکله میزنی. یعنی کامل سیستمش با ایران متفاوته. خب ایران یه کتاب بهت میدادن و کتاب رو بعد میخوندی، آخر ترم امتحان میدادی. خب معمولا هم همه شب امتحان میخوندیم و میرفتیم امتحان میدادیم. اما اینجا اصلا اینجوری نیست. تقریبا 80% مسئولیت اون درس روی دوش دانشجوه و استاد فقط یه سری مراحل، یه سری متریال که لازمه رو به تو یاد میده و تو باید بری تحقیق کنی، یاد بگیری. یه سری نرم افزار هست، حالا توی رشته ما بعد میرفتی یاد میگرفتی. استاد این چیزا رو به تو یاد نمیده، به تو میگه که این نرم افزار رو باید استفاده بکنی برای پروژت. میتونی ازش سوال بپرسی، خب قطعا اون استاد بلد اون نرم افزار رو، میتونی ازش سوال بپرسی، ایرادات تو بگیره، کمکت کنه. اما اصلا اینجوری نیست که هر جلسه بیاد از روی سری چیزای مشخص بخونه و تمام شه بری جلسه بعد بیاد و مثلا همه بشینن که دوباره استاد درس بده. اون چیزایی که هر جلسه ما یاد میگیریم رو برای هومورک و تکالیف بعدیمون احتیاج داریم. میریم استفاده میکنیم، جلسه بعد ایراداتمون رو میگیم، دوباره سوالاتمون رو میپرسیم و استاد اون درسی که باید بده رو میده و ما باز میریم تکالیفمون رو انجام میدیم. کلا این پروسه‌ایه که برای هر ترم انجام میشه و به نظر من چیز خوبیه، با اینکه واقعا وقت میگیره و کامل باید وقت براش بذاری در طول هفته، ولی به نظر من خیلی چیز خوبیه چون خیلی باعث شد من نرم افزارا و چیزایی که مستقیما توی کار باهاش سر و کله باید بزنم رو در طول تحصیلم یاد بگیرم و این خیلی خوب بود. خب حالا که بحث کار شد، اینم بگم که ما درسایی که توی این 2 سال میخونیم و مستقیما توی محیط کار ازش استفاده میکنیم. حالا من مستر بودم و کلا یه سری واحد داشتم که اونها رو پاس میکردم، به صورت عملی کاری روی پروژه انجام ندادم. اما خب دانشجوهای پی اچ دی و دوستامو میبینم که پروژه‌ای که دارن انجام میدن مستقیما پروژه‌ایه که کمپانی‌ها یا خود دولت داره ازشون استفاده میکنه، که این خیلی چیز جالبی بود به نظرم. من الان که وقتی توی دنبال کار میگردم، وقتی میبینم لیست چیزایی که از من میخوان دقیقا چیزاییه که من توی این 2 سال خوندم و پروژه هایی که توی این 2 سال در طول کورس های مختلف انجام دادم و به نظر من این خیلی تجربه خوبیه که آدم میتونه توی تحصیل به دستش بیاره. دوران دانشجویی خیلی دوران جالبیه. از یه طرف خیلی وقت دارید، از یه طرف اصلا وقت ندارید. وقت دارید چون که بین ترما فاصله است، 1 ماه تعطیله اگر که مستر باشید، تابستونا معمولا 3 ماه تعطیلید. اگر که نخواهید البته کورس اضافه تری بردارید. اگر هم که در طول ترمم خب با همه تعطیلی‌های طول سال تعطیلید و تایمتون دست خودتونه، ولی از طرفی تکالیفی که استادا دادن بعد انجام بدید، اگر پروژه‌ای دارید بر روش کار کنید و به همین خاطر میگم که وقت شاید نداشته باشید. ولی کلا خیلی دوران خوبیه، به من خیلی خوش گذشت، خیلی دوستای خوبی پیدا کردم، خیلی برام تجربه‌های جدید و هیجان انگیز داشت. ولی خب سختی‌های خودش هم قطعا داره. یکی از چالش‌هایی که احتمالاً همه دانشجوهایی که زبانشون انگلیسی نیست باهاش برخورد میکنن، همین چالش انگلیسی بودن زبان همه اساتید و دانشگاه و درساست که خیلی چالش واقعا بزرگی هم هست. ولی واقعا وقتی که آدم این کارو میکنه و
درسش تمام میشه به نتیجه میرسه که واقعا کار بزرگی کرده. چون حداقل برای خود من اینجوری بود که دارم واقعا کار بزرگی میکنم. زبانم انگلیسی نیست، دارم یاد میگیرم همچنان. من زبانم اونقدر کامل نبود که اصلا بخوام کامل همه چیزو متوجه بشم، یا اصلا خب زبان تخصصی درس‌ها رو نمیدونستم و همزمان داشتم درس رو هم یاد میگرفتم. این بر خود من یه چالش بود و یه تجربه که الان به نظرم خیلی تجربه خوبیه، چون که من مجبور بودم یه سری چیزا یاد بگیرم و این باعث شد که خودم قوی‌تر بشم توی زبان، توی کلا یادگیری به زبان انگلیسی. من ترم یکم با ترم آخرم واقعا زمین تا آسمون فرق میکنه. اینجا یه خوبی که داره اینه که شما میتونید در طول ترم ببینید که چه نمره‌ای گرفتید و این ایران نیست که یهو آخر ترم نمره بیاد و ندونید از کجا اومده. و اینطوریه که هر استاد بهتون توی اون پلتفرم یا سایتی که هست، حالا اول ترم بهتون میگه که شما میتونید برید از اونجا نمرتون رو ببینید و ببینید که هر هومورک یا پروژه‌ای که انجام میدید چه نمره‌ای ازش گرفتید و روی اون نمره پایانیتون چقدر تاثیر گذاشته. نمره نهایی شما اینجا به صورت A, B, C, D و F که D و F یعنی شما این درس رو فیل شدید و بعد یه بار دیگه بردارید. F هم که کلا خوب نیست دیگه، خیلی بده. کلا بعدم بخواید جاب بگیرید خیلی احتمالاً تاثیر میذاره. A و B و C شما اون درس رو پاس شدید ولی برای مستر شما 2 تا C بیشتر نمیتونید بگیرید. اگر که 3 تا C داشته باشید مجبورید یکی از اون درسایی که C شدید رو دوباره بردارید و نمره بیشتر از C بگیرید که بتونید اون درس رو یعنی بتونید که فارغ التحصیل بشید. همه کاری که شما در طول ترم انجام میدید معمولا از 100 نمره محاسبه میشه و این کاملا برای هر استاد متفاوته که درصد نهایی شما مثلا 97 رو به شما A بده یا 90 به بالا رو به شما A بده. اینو باز توی همون توضیحاتی که اول ترم بهتون میگه مشخص میکنه و تا آخر ترم معمولا یه چیز یکسانیه ولی خب برای هر استاد میگم این متفاوته. و جالبیش اینجاست که خود من چند تا درس داشتم که اصلا امتحان فاینال یا میان ترم نداشتیم و تمام طول ترم ما داشتیم روی هومورک ها و پروژه هایی که استاد داده بود کار میکردیم و نمره نهاییمون هم بر اساس اونا مشخص شد. حالا اگر که اون درس امتحان میان ترم و فاینال هم داشته باشن معمولا فقط 20 تا 30% اون نمره اصلی رو شامل میشن و حالا شما اگر که امتحان میان ترم یا فاینالتون رو نتونید خیلی خوب بدید یا اصلا یکیش حالا به یه سری از دلایل نتونید برید امتحان بدید، بازم تاثیر آنچنانی روی نمره نهاییتون نداره و باعث نمیشه که شما کلا اون درس رو فیل بشید. شاید نمرتون از B محاسبه بشه ولی باعث نمیشه که شما فیل بشید اگر که نمرات دیگه‌تون هومورک‌ها و پروژه هاتون رو نمره خوبی گرفته باشید. یه تجربه جالب دیگه‌ای که من اینجا داشتم اینه که کلا توی محیط دانشگاه خیلی همه شادن، خیلی مراسم‌های مختلف برگزار میشه. تقریبا هر روز توی محیط دانشگاه وقتی که راه میری یه مراسمی هست، یکی داره یه گوشه میرقصه، یکی داره یه گوشه مثلا پیتزا میده، یکی داره یه کار هنری میکنه و همیشه خیلی گروه‌های مختلف دانشجویی یا از طرف خود دانشگاه دارن مراسم‌های مختلف برگزار میکنن و خیلی باعث میشه که واقعا دانشجوها روحیه‌شون شاد بشه. بعد خیلی جالبه که مثلا عکساشو که حالا ما میبینیم توی پیجا یا ایمیلایی که خود دانشگاه میفرسته، مثلا میبینیم که رئیس کل دانشگاه مثلا قاطی دانشجوها داره بزن برقص میکنه، داره یه فعالیتی انجام میده و این خیلی برای من جالب بود چون من تو ایران هیچ وقت نشیده بودم که مثلا رئیس دانشگاه اومده توی یه مراسمی و اگر میومد خب با کلی تشریفات و اینا میومد. ولی خب اینجا هم مثلا حتی دستشویی اساتید هم توی ایران جدا بود ولی اینجا خب همه با هم میریم یه جایی، واقعا فاصله بین اساتید و دانشجوها خیلی کمه. مثلا همجوری به دستشویی رو می‌بینی مثلا استادت هم اونجا می‌بینی یا چه می‌دونم من رئیس دپارتمان رو بارها شده مثلا توی آشپزخونه دیدم، توی مثلا همین راهرو پله اینا دیدم، حتی مثلا جا نبوده بخواد با آسانسور بره داشت با پله میومده و
این خیلی چیز روتین و نرمالیه که من هر روز رئیس دانشکدهمون و اساتید خیلی بزرگ دانشکده رو میبینم و باهاشون صحبت میکنم. یه صحبت خیلی عادی که برای خود من خیلی تجربه جالب و خوبی بود. کلا اینجا حق بیشتر با دانشجوه که خب اصلا به این عادت نداشتم ولی خیلی تجربه خوبی بود. مطلب آخری هم که گفتم بگم و این ویدیو رو تموم کنم که خیلی طولانی نشه، اینه که خیلی من امکانات خوبی توی دانشگاه گرفتم و میدونم که اکثر دانشگاه توی آمریکا این امکانات رو دارن. حالا یه سری جاها به خاطر فضاشون کمتر، یه سری جاها بیشتر. مثلا یکی از امکاناتی که ما توی دانشگاه داشتیم این بود که یک باشگاه خیلی بزرگ داشتیم. 2 تا باشگاه داشتیم که یکیش خیلی بزرگ بود، دستگاه‌های خیلی جدید و به‌روز و خیلی محیط تمیزی داشت. تا 11 شب باز بود، همه دانشجوها میتونستن رایگان استفاده کنن. به پرانتز بگم که برای اساتید این باشگاه پولی بود و پول میدادن. کلاس های خیلی مختلف توش برگزار میشد، یوگا، رقص، پیلاتس، دوچرخه، بوکس، خیلی چیزای مختلف داشت. میتونستی رایگان بری استفاده بکنی و 2 تا باشگاه داشت، 2 تا بخش استخر داشت که یکیش سرپوشیده بود، یکیش روباز که توی فصلهای گرم روبازش هم باز بود و استخر سرپوشیده هم که تا 11 شب مثل باشگاه باز بود، میتونستن همه استفاده کنن. خیلی تمیز بود، برای مسابقات از اون استفاده میشد. کتابخونه خیلی خوب و بزرگی داشت، فضای خیلی خوبی داشت کتابخونهش برای درس خوندن. انواع کامپیوترهای مختلف مثل حالا مک و ویندوز رو داشت برای کارها و پروژه‌های مختلف. کتابای خیلی خوبی داشت، خیلی راحت میتونستی کتابا رو اجاره کنی، استفاده کنی. دستگاه کپی، دستگاه حالا بخوای چیزی رو اسکن کنی، همه چی رایگان برای همه دانشجوها در دسترس بود. سالن‌های غذاخوری خوبی توی خود دانشگاه داشت، استارباکس داشت. واقعا این امکاناتی بود که به نظرم برای دانشگاه امکانات خوبی بود. خب این بود بخشی از تجربیات 2 سال تحصیل من توی آمریکا. امیدوارم که این ویدیو رو دوست داشته بوده باشید. سابسکرایب و لایک یادتون نره، زنگوله رو بزنید که از ویدیوهای بعدی من مطلع بشید. ممنون میشم که من رو به دوستاتون معرفی بکنید تا با همدیگه این کانال رو بزرگترش بکنیم. من شما رو توی ویدیوی دیگه میبینم. خدافظ.